یه مدت بود که رویای شفاف میدیدم و میتونستم توش هر کاری که میخواستم انجام بدم. اوایل فقط تو هوا پرواز میکردم و به جاهای مختلف میرفتم، اما از یه جایی به بعد هرچی جلوتر میرفتم کارام هیجانی تر میشد. با لذت آدمای تو خیابون رو میزدم و از مغازه ها دزدی میکردم، کارهایی که عمرن نمیتونستم تو زندگی واقعی کنم. بعد پلیس رسید و میخواست منو بگیره، ولی تو خوابام شکست ناپذیر بودم و همشونو میزدم و فرار میکردم. یه روز داشتم از سر کار برمیگشتم خونه که دیدم یکی داره از دور بهم زل میزنه. چهرهش خیلی آشنا بود. با دقت نگاه کردم ببینم میشناسمش یا نه و اونجا بود که شوکه شدم. همون افسر پلیسی بود که میخواست منو تو خواب دستگیر کنه. قیافش انقدر خاص بود که سریع یادم اومد. چشماش به طرز غیر عادی بزرگ بودن، چونه خیلی دراز و تیزی داشت و پوستش هم سرخ بود. اینجا چی کار میکنه؟ یه لحظه فکر کردم دارم خواب میبینم، ولی خب واقعیت داشت. با عصبانیت بهم نزدیک شد و یقمو گرفت و